درود با کل آن نفرانی که دائما در شبکه ما هستند. خوش آمدید به شبکه برنامه سوسیوی. با شما هستم حق نظر و دله. خب برادران گرامی، امروز تصمیم گرفتم که با شما یک چند امکانیت نوی دیگری یوتیوب را نشان دهم. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ما را دستگیری کردن را فراموش نکنید. خب یکم برادران گرامی، در کانال خودمان یک کانال دیگر را علاوه کردن. یکی در کانال علاوه کردنی کانال را چیکار میکنم نشان میدم. من اینها را علاقه خودم علاوه کردم و باز یک چند تا دیگر را علاوه میکنم. شما تا آخر تماشا کنید. برای این نصرای ویز کانال داخل میشویم. خب بخشش که کم اینترنت سست است صبر میکنیم. و بعدا در اینجا добавить раздел. خب избранный канал را انتخاب میکنیم. کانالی که در آنجا علاوه کردن میخواهیم نامش رو نوشتن ضرور است. اصلی بسیار اینها را چکار میکنیم؟ اوکی اپلیکovat علاقه علاوه کرده شد. خب باز راه دوم دوستان این است که کلاونی که در صورتی که در اکران کانال من مانده است این را یکی عوض کردن. برندینگ. از اینجا انتخاب میکنم یگان تاش را. خب مثلا من این را میگیرم. اپلیکovat میکنیم. راه سوم باشد برادران عزیز. از اینجا فاناتیکا با فاناتیکا داخل میشویم. مقصد در اینجا چی است؟ من خودم از در اینجا ویدیو که تیار کردم، ویدیو رولک برای مونتاژ کردن، برای من موسیقی های بیز افتواسکی پرو لازم است. یکی از اینها را انتخاب میکنم، اسکچت میکنم. در اینجا اسکچت میشود و میگیرم در ویدیوهای خود دابایل میکنم. البته که بیز افتواسکی پرو. از هر جا خواهش میکنم موسیقی ها را نگیرید، چون که وقتی که شما گرفتید افتواسکی پرو میشود. از اینجا در اینجا پیدا میشود. اینجا نیست. монетизация چقدر ساعت و подписчик دارم اینجا نشان میده. 63 1000 دانه подписчик 4000 ساعت просмотр باشد. بعدا монетизация کانال من گشوده میشود. البته که با دستگیری شما تماشاگران عزیز. و باز با مقصد اصلی میگذاریم که با ما بسیارتر خواهش میکنند که ما چطور از یوتیوب استوریا پراسماتر را نصب کردن را نشان میدهیم. و با استوریا داخل میشویم. اینجا очистить история просмотра.
وقتی که تماشا کردین در اینجا پیدا می شود. البته که من نستخرانت استوریا را موندم که ویدیوهایی که تماشا میکنم در استوریای من سخرانه نشود. Напис сообщества. دیگر و باز در اینجا چی دارد؟ خب ویدیو رو من با واسطه کامپیوتر تیار کردم. شما میتوانید توسط تلفن همچنین ورسیه کامپیوتر چیکار کنید؟ استفاده برید توسط تئوریچیسکی استودیو. اینجا مینویسید یوتیوب. در تلفنتون در گوگل حتما نویسید یوتیوب هکا. بخواد به یوتیوب میکنیم با براوزر خروم یا که گوگل باشد با اپرا مینی باشد و یکی از آنها گشوده ساعتهای خود را یعنی که اچستید استوریا پراسماتری خود را ایواز کردن کلاونی کانال یعنی که فوتوی کانالتون را و دیگر اینترنت های آن را میتوانید با واسطه این راه چیکار کنید؟